دوام سالهای اخیر ناحیه یاون از نگاه معماری شهرسازی سامان یافتن کارهای آبادانی و سازندگی رشد نموده. در برابر تشبث و دستگیری‌های راهبردی مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه همزمان صاحبکاران نیز از خود تشبث نشان داده در هر یک شهرک و دهات تازه‌کاری‌های زیادی را سامان می‌بخشند. عبدالجمیل ستارов صاحبکار موفق و با همت اعضای فعال حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان با پشتیبانی از سیاست بنیادکارانه راهبردی حکومت کشور حصه‌گذاری نمودن در آبادی وطن را هدف همیشگی خود قرار داده در رشد ساحه‌های اجتماعی ناحیه سهمگذاری می‌کند. با اقدام این صاحبکار میهندوست 26 نقطه آب تازه در جایهای جمعیتی و مؤسسه‌های دولتی ناحیه برآورده شده دسترسی مردم به آب تامین گشته است. روشن نمایی و منفرش‌کنی بیش از 1000 متر راه، نصب ترانسفورماتر برقی 400 کیلووات به مبلغ 25000 سومانی در دهه مهرآباد و بهبود بخشیدن به صفت خدمت‌رسانی برقی در این محل اهالی نشین از اقدام‌های شایسته عبدالجمیل ستارov میباشد که شایان تحسین و قابل دستگیری و پیروی است. با سهم این صاحبکاری با همت بالاپوش بیمارخانه بیماری‌های سیرایتی که به تعمیر نیاز داشت نوسازی شده، همزمان یک مقدار مسائل ساختمانی به قسم نظامی همچون کمک دسترس گردیده است. سهم صاحبکاران با همت ناحیه در تعمیر و ترمیم گشتن بنا و صنفخانه‌های مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه نیز نظر است ارزیابی می شود. عبدالجمیل ستارov اظهار می دارد که حس وطن‌دوستی خود را ما صاحب وطنان باید با سخن نه بلکه در عمل با سامان دادن بنیادکاری‌ها سهم گذاشتن در رشد و پیشرفت وطن ثابت نماییم. با تشبث او در دوره تعطیل تابستانه کتابخانه و صنفخانه‌های مؤسسه تعلیمی رقم 77 نیز از تعمیر اساسی برآورده شده و قبول خوانندگان در سال نو خوانش آماده گردیده است. در برابر دیگر ساحه‌ها در ساحه تندرستی ناحیه یاون نیز کارهای سازندگی و بنیادکاری به افتخار جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان ادامه دارد. محض با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه یاون، اعضا و جانبداران حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان خاصه صاحبکار موفق ستارov عبدالجمیل که در برابر دیگر صاحبکاران امروز همچون پیرو اصیل پیشوای معظم ملت در آبادانی و سازندگی سهم گذارند، امروز با تشبث این صاحبکار همچون پیرو پیشوای معظم ملت بالاپوشی شعبه سرایتی بیمارخانه مرکزی ناحیه یاون که در مرکز شهرک ناحیه واقع است از تعمیر کپیتالی پورا برآورده شد. این اقدام نخستین این صاحبکار نبوده، همیشه در همه آبادکاری هایی که سهم میگذارند یک سخن را تاکید می نمایند که ما صاحبکاران امروز جواباً به غمخواری های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان باید همه روزه در کارهای آبادانی سهمگذار باشیم. قابل تذکر است که در این ناحیه با راهنمایی و دستگیری‌های راهبردی مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه و سهمگذاری صاحبکاران موفق ده‌ها انشاءات ساحه‌های اجتماعی، راه و پل‌ها آباد و زیبا گشته. چنین اقدام و تشبث‌های سازندگی به استقبال ارزنده از جشن افتخاری ملت 35 سالگی استقلالیت دولتی کشور با مرام ادامه دارد.